بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد، السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، از عبدالله بن مبارک و اینچنین از امام مالک روایت شده که می گفتند اخسر الناس من باع آخرته بدنیا و اخسر منه من باع آخرته بدنیا غیره. بدترین کس، زیان دیده ترین کس همان کسی است که آخرت خود را به دنیای خود بفروشد. ولی از این دیده بدتر و زیان دیده تر کسی است که آخرت خود را به دنیای کسی دیگری بفروشد. اینچنین دوستان گرامی، از مهمترین اساسهای دین، از جدیترین تعلیماتی که بالای آن بی نهایت زیاد و تکرار تأکید شده است، حفظ نفس انسانی است، حفظ جان انسان هاست و حرمت خون آن هاست که یکی از بزرگترین هدفهای شریعت اسلام و یکی از مقصدهای بزرگ قرآن است. دوستان عزیز، دین اسلام، شریعت الهی و ریختن خون ناحق به نهایت نظر جدی دارد. بر این عمل زشت خیلی وعیدها و هشدارهای شدیدی در قرآن و در احادیث آمده است و از عاقبت بد این عمل ناشایان خداوند عزوجل و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نمودند. از جمله آن وعیدهای شدید و هشدارهای جدی که در قرآن آمده در این موضوع آیه سوره نساء است که خداوند عزوجل فرموده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. هر که مؤمنی را قصداً به ناحق بکشد، مجازات او جهنم خواهد بود که در آن جاودان میماند و خداوند به او غضب میکند و او را از رحمتش دور میکند و لعنت میکند و برای او عذاب دردناک عظیم آماده کرده است. اینچنین خداوند عزوجل در سوره مائده می‌فرماید ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جمیعا. یعنی هر که شخصی را بناحق به قتل برساند، بناحق یعنی اونجا قصاصی نباشد، آن شخص مستحق قتل نباشد، بناحق کسی را قتل نماید، همین گونه است که او گویا همه مردم را به قتل رسانیده است. این خیلی هشداری شدید است و این خیلی عاقبت بد است. مجاهد ابن جبر، شاگرد عبدالله ابن عباس و امامی از امامان تفسیر از طبقه تابعیان میگوید من قتل نفسا محرمة یصل النار بقتلها كما یصلاها ولو قتل الناس جمیعا. شخص یک فرد را به ناحق بکشد، به قتل او، به این جریمه، به این جنایت آنچنان دوزخ می درآید که اگر همه مردم هستی را به قتل رسانیده باشد. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز دوستان عزیز نسبت این عمل قبیح و زشت قتل نفس، نسبت به این جنایت بزرگ بسا سنگین از نگاه شرع وعیدها و هشدارهای خیلی سختی آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که امام بخاری و امام مسلم آن را روایت میکنند فرمودند اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناه مهلک بپرهیزید. 7 گناهی که صاحبش را هلاک می‌سازد، او را برباد می‌دهد، او را به عذاب ابدی گرفتار می‌کند. بپرهیزید. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم خواطر شدند، پرسیدند و ما هن یا رسول الله، آن 7 گناه مهلک چی باشد ای فرستاده خدا؟ گفتند الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. شرک به خدا شریک آوردن، چیزی دیگری را خدا گفتن و به سحر و جادو دست زدن و خون ناحقی ریختن، کسی را به قتل رسانیدن و دیگر بقیه اون گناه ها که محل شاهد اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم قتل نفس را از گناه های هلاک سازنده شماریدند. اینچنین در حدیث دیگری
که آن را امام ترمیزی و امام نسائی روایت میکنند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مؤمن بغیر حق. یعنی این جنایت تا این حد سنگین است، این جرم تا این حد وزنین است در میزان خدا، در معیار شرع، در معیار دین، تا اینجا سخت است و شدید است و وزنین است که زائل شدن، از بین رفتن همه هستی که در آن نفسی نباشد که بمیرد، سبکتر است، بخیر است در مقایسه به اینکه نفس بدون حق کشته شود. خدا را پناه.